بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. حمیم. حامیم. تنزیل الكتاب من الله العزیز العلیم. نزول این کتاب از سوی الله شکست ناپذیر داناست. غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا اله الا هو الیه المصیر. پروردگاری که آمرزنده گناه و توبه پذیر، سخت کیفر و نعمت بخش است. هیچ معبودی به حق جز او نیست و بازگشت همه به سوی اوست. ما یجادل فی آیات الله الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد. تنها کافران هستند که درباره آیات الهی مجادله می کنند. پس مبادا رفت و آمدشان در شهرها برای تجارت و بهره‌مندیشان از نعمتهای دنیا تو را بفریبد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. پیش از آنان قوم نوح و پس از آنان نیز گروه‌های دیگر همچون قوم عاد و ثمود و لوط نیز پیامبرانشان را دروغگو شمردند و هر قومی خواست پیامبرش را دستگیر کند و به قتل برساند. آنان به باطل مجادله کردند تا بدان وسیله حق را از میان بردارند. من نیز آنان را عذاب کردم. پس بنگرید که عذاب من چگونه بود. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. و فرمان عذاب پروردگارت درباره کافران این چنین به تحقق پیوست که آنان اهل آتشند. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحیم. فرشتگانی که عرش را حمل می کنند و آنان که گرد آن حلقه زده اند پروردگارشان را به پاکی می ستایند و به او ایمان دارند و این گونه برای اهل ایمان آمرزش می خواهند. پروردگارا، رحمت و دانشت هر چیزی را فرا گرفته است. پس کسانی را که توبه کردند و پیرو راه تو شدند بیامرز و از عذاب دوزخ نگاه دار. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. پروردگارا، آنان و پدران و مادران و همسران و فرزندان صالحشان را در باغهای جاودان بهشت که وعده داده ای داخل کن که بی تردید تو شکست ناپذیر و حکیمی. وقهم السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمته
وذلك هو الفوز العظیم. بارلاها، آنان را از کیفر بدیها حفظ کن و هر که را در آن روز از کیفر بدیها نگاه داری مشمول رحمتت قرار داده ای. این همان کامیابی بزرگ است. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. کافران را در دوزخ ندا می‌دهند که دشمنی و خشم الله سخت‌تر از دشمنی و خشم شما نسبت به خودتان است، چرا که به ایمان دعوت می شدید ولی با دشمنی نسبت به خود عقیده توحیدی را انکار می کردید. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. آنان در پاسخ میگویند پروردگارا، ما را دوبار میراندی و دوبار زنده کردی، پس اکنون که به گناهان خود اعتراف کردیم آیا راهی برای خروج از دوزخ وجود دارد؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلی الكبیر. به آنان گفته می شود این عذاب بدان سبب است که چون الله به یکتایی خوانده می شد انکار می کردید، ولی اگر به او شرک آورده می شد ایمان می آوردید. اکنون داوری از آن الله بلند مرتبه بزرگ است. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. اوست که نشانه های توان و تدبیر خود را به شما ارائه می دهد و برایتان با نزول باران از آسمان روزی می فرستد، ولی تنها کسانی پند میگیرند که خالصانه به درگاه الهی توبه کنند. فادعوا الله مخلصین له الدین ولو کره الكافرون. تنها الله را با خلوص اعتقاد بخوانید هرچند کافران ناخشنود باشند. رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امره على من یشاء من عباده لینذر یوم التلاق. او دارای درجات رفیع و صاحب عرش است و به سوی هر یک از بندگانش که بخواهد به فرمان خیش وحی می‌فرستد تا به آنان درباره روز ملاقات هشدار دهد. یوم هم بارزون لا یخفی علی الله منهم شیء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. آن روز که مردم حاضر و نمایان می شوند و چیزی از آنان بر الله پوشیده نخواهد ماند، الله می فرماید امروز فرمان روایی از آن کیست؟ آنگاه خود می فرماید از آن الله یگانه پیروزمند. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سریع الحساب. امروز هر کس در برابر آنچه کرده است پاداش داده می شود و هیچ ستمی در میان نیست. بیگمان الله در حسابرسی سریع است.
وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفیع یطاع. به آنان در مورد روز قیامت که بسیار نزدیک است هشدار بده. آنگاه که از شدت وحشت جانها به گلوگاه میرسد در حالی که سرشار از اندوه شده اند. در آن روز ستمگران نه دوستی مهربان دارند و نه شفیعی که سخنش پذیرفته شود. یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور. الله حرکات شرورانه چشمها و آنچه را که در دلهای افراد نهفته است به خوبی می‌داند. والله یقضی بالحق والذین يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السمیع البصیر. الله به عدالت داوری می‌کند و معبودانی که مشرکان به جای الله عبادت می‌کنند هیچ گونه داوری ندارند. به راستی که الله شنوای بیناست. اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. آیا مشرکان در زمین گردش نکرده اند تا ببینند سرانجام کسانی که پیش از آنان بودند چگونه بوده است؟ آن اقوام گذشته نیرومندتر از اینها بودند و آثار و بناهای بیشتری در زمین پدید آوردند، اما الله آنان را به سبب گناهانشان عذاب کرد، در حالی که در برابر عذاب الله هیچ یار و مدافعی نداشتند. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. این کیفر بدان سبب بود که پیامبرانشان نشانه های روشن برایشان ارائه می کردند، ولی آنان انکار می ورزیدند و الله نیز عذابشان کرد. بیگمان او توانمندی سخت کیفر است. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. ما موسی را با معجزات خود و دلیلی قاطع فرستادیم إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. به سوی فرعون و هامان و قارون، ولی آنان گفتند او جادوگری دروغگوست. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. اما هنگامی که موسی معجزات الهی و دلایل محکم را از جانب ما بر آنان ارائه کرد، فرعون و یارانش سرکشی کردند و گفتند پسران کسانی را که به موسی ایمان آورده اند بکشید و زنانشان را برای کنیزی زنده نگاه دارید، ولی نیرنگ کافران محکوم به فناست. وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه إني
اخاف ان يبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد. فرعون گفت بگذارید موسی را بکشم و چون کسی را ندارد ناگزیر است پروردگارش را به یاری بخواند و من از وی هراسی ندارم. میترسم که او دینتان را دگرگون سازد یا در این سرزمین تباهی به بار آورد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. موسی گفت من از شر هر متکبری که به روز حساب باور ندارد به پروردگار خیش و پروردگار شما پناه میبرم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ. و مرد مؤمنی از خانواده فرعون که ایمانش را پنهان می داشت گفت آیا می خواهید این مرد را فقط به خاطر این جرم بکشید که می گوید پروردگارم الله است و در تأیید سخنش نیز دلایل روشنی از سوی پروردگارتان برای شما آورده است؟ اگر دروغگو باشد گناه دروغش بر عهده خود اوست و اگر راست گفته باشد دست کم برخی از عذابهایی که وعده می‌دهد به شما خواهد رسید. بی تردید الله کسی را که اسرافکار و دروغگوست هدایت نمی کند. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ای قوم من، امروز فرمان روایی در اختیار شماست و در این سرزمین سلطه دارید، ولی اگر سختگیری الله دامنگیرمان شود چه کسی ما را یاری خواهد کرد؟ فرعون گفت من فقط آنچه را صلاح میدانم میگویم و شما را به راه راست هدایت میکنم. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. آن مرد مؤمن گفت ای قوم من، میترسم عذابی همچون عذاب اقوام پیشین که از پیامبرانشان سرپیچی کردند بر سرتان بیاید. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. مانند شیوه عذاب قوم نوح و عاد و ثمود و کسانی که بعد از آنان بودند، در حالی که الله ستمی برای بندگانش نمیخواهد. وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ. و ای قوم من، بر شما از روزی میترسم که مردم به فریاد از یکدیگر یاری میخواهند. یوم تولون مدبرین ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. همان روزی که همگی از ترس به عقب باز میگردید و در برابر مجازات الله هیچ محافظی ندارید و هر که را الله گمراه کند هیچ هدایتگری نخواهد داشت. ولقد جاء
جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. پیش از این نیز یوسف با دلایل روشن نزدتان آمد، اما شما از آن چه برایتان آورده بود پیوسته در شک بودید تا زمانی که از دنیا رفت و بر تردیدتان افزوده شد. آنگاه گفتید الله هرگز پس از وی پیامبری را مبعوث نخواهد کرد. الله اسرافکار بدگمان را این گونه گمراه می سازد. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. کسانی که در مورد آیات الهی بی آنکه دلیلی داشته باشند به مجادله برمیخیزند، رفتارشان نزد الله و مؤمنین سخت ناپسند است. الله این گونه بر دل هر متکبر خودکامه‌ای مهر غفلت می نهد. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. فرعون به وزیرش گفت ای هامان برای من بنای بلندی بساز، شاید به راههایی برسم. أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. راههایی در آسمان ها که مرا تا عرش الهی ببرد تا به معبود موسی بنگرم و از او آگاه شوم، هرچند که من قطعا او را دروغگو میپندارم. بدین سان زشتی کردار فرعون در نظرش آراسته گشت و از راه حق باز ماند و نیرنگ فرعون به زیان و تباهی انجامید. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون اهدكم سبيل الرشاد. آن مرد مؤمن گفت ای قوم من از من پیروی کنید تا شما را به راه راست هدایت کنم. يا قوم انما هذه الحياة الدنيا متاع وان الآخرة هي دار القرار. ای قوم من این زندگی دنیا بهره ای اندک و زود گذر است و آخرت سرای جاودان است. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. هر که کار بدی مرتکب شود به تناسب آن کیفر خواهد دید و مردان و زنان مؤمن و نیکوکار به بهشت وارد می شوند و در آنجا از نعمت بیشمار برخوردار خواهند شد. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. ای قوم من
چه شده که من شما را به راه نجات دعوت می کنم ولی شما مرا به آتش فرا می خوانید؟ تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. مرا دعوت می کنید که الله را انکار کنم و چیزی را در قدرت با الله شریک گردانم که هیچ اطلاعی از آن ندارم، در حالی که من شما را به سوی پروردگار شکست ناپذیر و آمرزگار فرا می خوانم. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. ناگزیر آنچه مرا بدان دعوت می کنید در دنیا و آخرت توان اجابت دعایی را ندارد و بازگشت ما به پیشگاه الله است و اسرافکاران در کفر و گناه دوزخی هستند. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. به زودی سخنان مرا به یاد خواهید آورد و من کار خود را به الله واگذار می کنم، زیرا الله نسبت به کردار بندگان بیناست. فوقاه الله سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. پس الله او را از آسیب دسیسه آنان حفظ نمود و عذاب سخت دامنگیر فرعونیان شد. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. همان آتشی که در قبرهایشان بامداد و شامگاه بر آن عرضه می شوند و روزی که قیامت برپا گردد فرمان می رسد فرعونیان را در سخت ترین عذاب وارد کنید. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ. آنگاه که در آتش دوزخ کشمکش و مجادله می کنند، مردمان زیردست به رهبران گمراهگر می گویند ما پیرو شما بودیم، آیا ممکن است بخشی از عذاب آتش را از ما دور کنید؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. رهبران گمراهگر میگویند بی تردید همه ما در آتش خواهیم بود، الله میان بندگانش داوری کرده است. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. و کسانی که در آتشند به نگهبانان دوزخ میگویند از پروردگارتان بخواهید که برای یک روز این عذاب را از ما بردارد. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال.
آنان پاسخ می‌دهند مگر پیامبرانتان نشانه‌های روشن بر شما ارائه نکردند؟ دوزخیان میگویند بله، و مأموران میگویند پس بی نتیجه درخواست کنید، که درخواست کافران مردود و تباه است. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. بیگمان ما پیامبران خود و اهل ایمان را در زندگی دنیا و روزی که گواهان به شهادت برمیخیزند یاری میکنیم. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. روزی که عذرخواهی ستمگران سودی به حالشان نخواهد داشت. آنان از رحمت الهی بدورند و دشواری عذاب آخرت را در پیش دارند. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. ما به موسی مقام هدایت بخشیدیم و بنی اسرائیل را وارثان تورات قرار دادیم. هدى وذكرى لأولي الألباب. کتابی که برای خردمندان هدایت و پند است. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. پس ای پیامبر بر آزار مشرکان شکیبا باش که وعده الهی راست است و برای گناهت آمرزش بخواه و پروردگارت را شامگاه و بامداد به پاکی ستایش کن. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. کسانی که در مورد آیات الهی بی آنکه دلیلی در اختیارشان باشد به مجادله برمیخیزند، در دلهایشان غرور و تکبری است که هرگز بدان نخواهند رسید. پس از شر ایشان به الله پناه ببر که به راستی او شنوای بیناست. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مسلماً آفرینش آسمان ها و زمین بزرگتر از آفرینش انسان هاست. پس برپایی قیامت برای الله دشوار نیست، ولی بیشتر مردم نمیدانند. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. هرگز نابینا و بینا برابر نیستند و مؤمنان نیکوکار با بدکاران یکسان نخواهند بود، ولی عده کمی از شما پند میپذیرید. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. هیچ تردیدی در این نیست که روز قیامت فرا میرسد، ولی بیشتر مردم ایمان نمی آورند. وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. پروردگارتان فرمود مرا بخوانید تا دعای شما را اجابت کنم. کسانی که از عبادت من سرکشی می کنند به زودی با خواری به جهنم وارد می شوند.
الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الله است که شب را برایتان پدید آورد تا در آن آرامش یابید و روز را روشنی بخش قرار داد تا به تلاش پردازید. به راستی الله نسبت به مردم لطف و بخشش دارد ولی بیشتر مردم سپاس نمیگذارند. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. این است الله پروردگار شما که آفریننده هر موجودی است، هیچ معبودی به حق جز او نیست، پس چگونه از پرستش او منحرف میشوید؟ كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. به همین صورت کسانی که آیات الهی را انکار میکنند نیز از حق منحرف میگردند. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. الله است که زمین را قرارگاه و آسمان را سرپناهتان مقرر داشت و شما را صورتگری کرد و نیکو صورتگری کرد و از نعمتهای پاکیزه به شما روزی داد. این است الله پروردگار شما، پس پربرکت و بزرگوار است الله که پروردگار جهانیان است. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. الله زنده و پاینده است و معبودی به حق جز او نیست، پس او را با خلوص اعتقاد بخوانید. ستایش و سپاس مخصوص الله پروردگار جهانیان است. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. ای پیامبر بگو من از پرستش افرادی که شما به جای الله به نیایش می‌خوانید نهی شدم، زیرا نشانه های روشنی از جانب پروردگارم به من رسیده است و فرمان یافتم که تنها در برابر پروردگار جهانیان تسلیم باشم. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. اوست که شما را از خاک و سپس طی مراحل مختلف از نطفه و آنگاه خون بسته آفرید، سپس شما را به صورت کودکی به دنیا می آورد و امکان می دهد تا به حد رشد و کمال نیرو برسید، سپس سالها زندگی می کنید تا سال خورده می شوید. برخی از شما دچار مرگ زودرس خواهند شد و به گروهی دیگر امکان می دهد تا به اجل معین برسید. باشد که بیاندیشید.
هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. اوست که زنده می کند و می میراند و هنگامی که چیزی را می خواهد تنها به او می گوید موجود شو، پس بیدرنگ موجود می شود. الم تر الى الذين يجادلون في آیات الله أنى يصرفون. آیا ندیدی کسانی که درباره آیات الهی مجادله می کنند چگونه از راه حق منحرف می گردند؟ الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. کسانی که کتاب آسمانی و پیام پیامبران ما را دروغ شمردند به زودی نتیجه کردارشان را خواهند دانست. اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون. آنگاه که قل و زنجیر بر گردنشان قرار گرفته و کشیده می شوند. فی الحمیم ثم فی النار یسجرون. ابتدا در آب داغ و سپس در آتش دوزخ افروخته می شوند. ثم قیل لهم این ما کنتم تشركون. آنگاه به ایشان گفته می شود بت‌هایی که شریک الله قرار می دادید کجا هستند؟ من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. همان معبودانی که به جای الله عبادت می کردید آنان گویند از نظر ما ناپدید شدند. گویی ما هرگز پیش از این چیزی را به پرستش نمی خواندیم. این گونه الله کافران را گمراه می کند. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. این عذاب از آن جهت است که به ناحق در زمین شادمانی و سرمستی می کردید و فخر می فروختید. ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فبئس مثوى المتکبرین. اکنون از درهای جهنم وارد شوید و جاودانه در آنجا بمانید و به راستی که جایگاه متکبران چه بد جایگاهی است. فاصبر ان وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ای پیامبر بر آزار مشرکان شکیبا باش که وعده الهی حق است و اگر برخی از مجازات هایی را که به آنان وعده داده ایم در زندگی به تو بنماییم یا پیش از نزول عذاب جان تو را بگیریم در هر حال به پیشگاه ما بازگردانده می شوند و راه گریزی از عذاب ندارند. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون.
پیش از تو نیز پیامبرانی فرستاده ایم که سرگذشت برخی از ایشان را برایت حکایت کرده ایم و برخی دیگر را حکایت نکرده ایم و هیچ رسولی نمیتوانست بدون فرمان الهی معجزه ای ارائه کند و آنگاه که فرمان الله برای پاداش و کیفر فرا رسد به حق و عدالت داوری خواهد شد و باطل اندیشان زیانکار خواهند بود. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. الله است که چارپایان را برایتان آفرید تا از برخی برای سواری و از برخی برای تغذیه استفاده کنید. ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. و برای شما در آنها سودهای دیگری نیز هست و نیز برای آن که سوار بر آنها به مقصدی که در دل دارید برسید و بر آنها و بر کشتیها به هر جا که می‌خواهید منتقل می‌شوید. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. الله نشانه های قدرت و تدبیر خود را به شما نشان می دهد، پس کدام یک از نشانه های الهی را انکار می کنید؟ افلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. آیا مشرکان در زمین گردش نکرده اند تا ببینند سرانجام کسانی که پیش از آنان بودند چگونه بوده است؟ آن اقوام گذشته نفراتشان از اینها افزونتر بود و آثار و بناهای بیشتری در زمین پدید آوردند، اما در هنگام نزول عذاب دستاوردشان سودی به حالشان نداشت. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. هنگامی که پیامبرانشان با نشانه‌های روشن به سراغشان آمدند، به دانش و کاردانی خود سرمست و از توحید روی گردان شدند و همان عذابی که مسخره‌اش می‌کردند دامنگیرشان شد. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. پس چون عذاب ما را دیدند گفتند تنها به الله ایمان آوردیم و معبودانی را که شریک او قرار داده بودیم انکار می‌کنیم. فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. اما ایمان آوردنشان به هنگام مشاهده عذاب هیچ سودی نداشت. این سنت الهی که در هنگام عذاب توبه کسی پذیرفته نمی گردد همواره در مورد بندگان الله جاری بوده است و در اینجا کافران زیانکار شدند.